بسم الله الرحمن الرحیم. درباره تقدیر گفتیم در ما حدیث عبدالله ابن مسعود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی سخن درباره تقدیر رفت زبانتان را نگه دارید، یعنی درباره تقدیر هرچی به دهانتان آمد نگویید. و این چنین درباره تقدیر خواهران عزیز چگونه که علم قیامت، یعنی کی برپا شدن روز قیامت برای ما یک علم غیب است، ما چگونگی آن را نمیدانیم و حتی پیامبران نمیدانستند و در کتابش هم پروردگار به ما خبر نداده است. علم تقدیر هم دربارش حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی معلوماتی که کلا به ما روشن شود نمیدانستند. برای همین در مسئله تقدیر یگانه چیز اولین در عقیده شما این باید باشد که ما تقدیرمان چگونه هست نمیدانیم. از ما الله میخواهد یا ما را امر میکند که ما عبادت کنیم، پروردگار را دعا کنیم، یعنی دعا کنیم از پروردگار چیزهایی که برای خیر دنیا و آخرتمان هست و این چنین پیوسته در عمل باشیم. و سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. شتاب کنید برای مغفرت پروردگارتان. برای همین من در تقدیرم باشد دعا کنم میشود نمیشود، زیاد خواهرام میپرسن گویا که میدونن که در تقدیرشون چیزی هست. تو نمیدونی در تقدیرت چی هست، تو نمیدونی فردا چی میشود، تو نمیدونی عجلت کی است. از تو الله میخواد که تو دعا کن، به الله مناجات کن، عمل کن، نماز خوان، از پی به دست آوردن سبب هاشه. و اما مثلا مرگ ما، رزق ما، خیلی که در حدیث آمده است خوشبختی و بدبختی ما همه ها نوشته می شود، اوره نوشته می شود، اما ما که نمیدونیم این چیزها رو. برای همین بیکش شد مثلا در یک سین سالی خردککی یگان نزدیکی ما از دنیا رفت، دیگر میگیم تقدیر بوده است که در این سین سال رود. اوره یا اینکه مثلا با قنبغلی فقط زندگی کردیم، هیچ به دستمون پول زیاد نآمد، در اینجا میگیم تقدیر مقدر کرده الله این بوده است که ما فقط همین قدر پولدار شدیم بعد از گذشتن کار، بعد از الکی حیات تمام شدن. و اما در دنیا هنوز من و شما، مثلا کدامی از من و شما حاضر میدونند که فردا چی کار میکند؟ همین خیلی نمازی بامداد به از خواب نخسته تقدیرم بوده است که نماز نخواندم گفته نمیشود. یا اینکه هر چیزی که برای ضرر سلامتی است آن را خورده بعدن تقدیرم بوده است که من بیمار شدم نمیشود. یعنی مسئله تقدیر مسئله هست که شما که نمیدونید، شما باید سبب ها را برای در دنیا و آخرت سعادتمند شدن انجام دهید، بقیهش را بعداً به تقدیر سپارید. نه اینکه چه خیلی که گفتم تقدیر دیگر میشده باشد یا نمیشده باشد، الان تو از دستت می آمدگی را کن، با یقینی که همه چیز تقدیر است. و یعنی اولین نکته یا مقدمه این بود که تقدیر از سر یا گفتیم اسرارهای پروردگار است که از آن پرده برداشته نمی شود. یگان بنده تا داخل شدنش به جنت نمیفهمد که تقدیرش چگونه و یا این اسرار چگونه بوده است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتن؟ وقتی که درباره تقدیر گپ می رود شما زبان خود را بدارید، چون که در این باره شما علم کافی ندارید. در این باره خواهران عزیز اولین فرقه گمراهی که بین مسلمان ها پیدا شده بود معتزلی ها، اینها از همه مسئله تقدیر شروع کردن. اینها گفتن ما چی کاری که میکنیم الله نمیداند، کارهایی که ما میکنیم برای همین کردگی های ما رو دیده الله چی کار میکند جزا میدهد. بعدم فرقه جبریه پیدا شدن که آنها گفتن شما همه کاری که میکنیم الله ما رو مجبور میکند، برای همین فرعون هم حتی گناهکار نیست. یعنی در مسئله تقدیر کسایی که کفت کردند و داخل شدن دیگر گمراه شده رفتن. در مسئله تقدیر چون اسرارهای پروردگار است نباید انسان کفت کند، آن چیزی که الله فرموده است از پی آن شود. بعداً دوام میدیم. امام طحاوی میگویند و قدر لهم اقدارا، و پروردگار برای بنده هایش مقدر کرده از تقدیرها را. معنای تقدیر چی هست؟ کلمه تقدیر معنایش چی است؟ معنای تقدیر خواهران عزیز در ما قسمت و تقدیر میگیم در زبان تاجیکی، در عرب ها قضا و قدر میگن. قضا و قدر ما باشیم، قسمت و تقدیر زیادی همین کلمه رو استفاده میکنیم. قضا یعنی قضا و قدر، الله چی می شود، چی باید شود، چی نمی شود همه رو می دانست، همه رو حکم کرد، همه رو 500,000
سال پیش از ما را آفریدن نوشت و هر چیزی که می شود موافق همان نوشته های الله می رود. یعنی معنای قضا و قدر یا معنای تقدیر این است که پیش از آفریده شدن بنده ها هر چیزی که پروردگار درباره‌شان میدانست و حکم کرد و اینها رفته رفته چیکار میکنن چیکار نمیکنن، همه اینها رو در علمش میدانست. این رو چی بود؟ نوشته بود، یا گفتیم نوشته شده بود در لوح محفوظ، کتاب تقدیر بنده ها. اکنون و قدر لهم اقدارا، وقتی میگن برای بنده ها تقدیرهای را الله قدر یا قسمت کرده است. الله در سوره فرقان میگوید و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، و الله همه چیز را خلق کرد و برای او تقدیر گذاشت، یعنی چقدر زندگی میکند، چیکار میکند، چیکار نمیکند. این کل شیء خلقناه بقدر، باز در سوره قمر هم میگه همه چیز رو ما با تقدیرش آفریده. و کان امر الله قدرا مقدورا، در سوره احزاب میگه و امر الله یعنی خواست الله یا همون عملی که شد دیگر تقدیر مقدر شده ای الله بود. و این چنین در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر میگویند قدر الله مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه و کان عرشه علی الماء. پروردگار تقدیر بنده ها را مقدر کرد پیش از اینکه آنها را بیافرد. 50,000 سال پیش الله این را مقدر کرد و عرش پروردگار بالای آب بود که درباره‌اش گپ زدیم. و میگه و ضرب لهم اجلا، و ضرب لهم اجلا، و برای بنده ها اجل را بگذاشت، یعنی اجل بزد. معنای اجل این است که مرگ تو را پروردگار به تو پیش از آفریده شدن 50,000 سال پیش تقدیر کرده است. برای همین هرگز نباید انسان از مرگ بترسد، هرگز نباید. شاید 80 سال، شاید 20 سال، شاید 40 سال، و هر وقتی که مصیبت مرگ آمد یکمین چیزی که به خاطر ما میرسد این باشد که چی است؟ تقدیر الله است که این انسان همین مقدار در روی زمین زندگی میکرده است، ما به این تن میدهیم، ما به این راضی هستیم. الله میگه در سوره یونس اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. وقتی اجلی که من برای شما نوشتم، من برای شما مقدر کردم، حکم کردم که تو همین مقدار در دنیا زندگی میکنی، اجل شما فرا رسد، 1 ساعت هم شما اون اجل رو به عقب گردانده نمیتوانید، یعنی 1 ساعت پیش از مرگش بمیرد، یا 1 ساعت پیش دیرتر کرده نمیتوانید که 1 ساعت دیگر زندگی کند و بعداً بمیرد. همون دقیقه و ثانیه‌ای که الله برای شما تقدیر کرده بود که میمیرید، شما میمیرید. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجله. در سوره آل عمران بعد از آیات‌های جهاد الله میگه یگان انسان تا زمانی که الله به او اجازه بدهد و همون کتاب تقدیرش مدتی معین کرده الله فرا نرسد نمیمیرد. برای همین نباید از جهاد بترسید. جهاد معنیش مرگ نیست. مرگ در خانه خودتان هم در دوام آیات می آید که اگر در خانه خودتان پنهان باشید هم اجل تقدیر کرده الله میرسد. و اینجا خواهران عزیز یک حدیثی خیلی حدیثی هست که کمی انسان رو به شک می در آورد. بعدا انشاءالله معین برای شما حدیث روشن می شود انشاءالله. نگاه کنید، حدیث در صحیح مسلم است که ام حبیبه رمله دختر ابو سفیان همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند و پیامبر شنیدن دعا را. دعا کردند که اللهم امتعنی بزوج رسول الله و ابی سفیان و اخی معاویه. پروردگارا مرا خوشنود ساز با وجودی شوهرم رسول الله و پدرم ابو سفیان و برادرم معاویه، یعنی بگذار اینها همیشه باشند، بودن آنها مرا خرسند کند. گفته گویا برای دراز عمری شوهر و پدر و برادرشان دعا کردن، ام حبیبه دعا کردن. پیامبر این رو میشنوند و میگویند قد سألت الله لآجال مضروبة و ایام معدودة و ارزاق مقسومة لن يؤجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار و عذاب في القبر كان خيرا و افضل. پیامبر وقتی که ام حبیبه میگن پروردگارا بگذار بودن برادرم و شوهرم و پدرم مرا خرسند کند، یعنی با بودن اینها همیشه باشم، گویا که برای عمر درازی دعا میکنند. پیامبر میگن تو از الله چیزی را پرسیدی که علکی تقدیری معین شده است و روزهایش معلوم است که کی چند روز زندگی میکند و رزقها تقسیم شده اند. اگر و الله هرگز یعنی یگان چیز رو از پیش، یگان چیز تقدیر شده رو دیرتر هم نمی کند، بر وقتتر هم نمی کند. هر چیز در وقت ساعت معین شده تقدیر انجام می شود. اگر از الله می پرسیدی بپرس که پروردگارا مرا از عذاب جهنم نجات ده و مرا از عذاب قبر نجات ده و این برای تو خیر و بهتر است. سبحان الله، حدیث وقتی میخونیم خواهرا کمی آدم تشویش میشه و داره. پیامبر گفتن عمر درازی را از الله نپرس، عمر تقدیر است دیگر. از او آخرت را بپرس، از او از عذاب قلب نجات یافتن را بپرس. لیکن خواهران عزیز، ما میدانیم که کافر شدن و مسلمان شدن هم تقدیر است. انشاءالله بعد از کمی آیت ها می آید. فقط مقصد حدیث این است که در دنیا یعنی چیزهای دنیوی را نه و چی را بپرس؟ آخرت را بپرس. آخرت رو بپرس. یعنی در دنیا رزق زیاد خواه و نخواه رزقت به دستت می آید، چون رزق رو الله مقدر کرده است. راههایش رو تو انتخاب میکنی و انجام میدی. همون رزق تقدیر کرده الله حتی در خوابت هم به خانت آمده میرسد. چگونه که عجلت خواب و بیداری یکی آمده میرسد به خبر میمونه، انا همین گونه عیناً چی هست خودی زندگیت هم عمرت هم همه اینها میرسد. برای همین اینجا چی گفتن؟ پیامبر گفتن بهترش چی را بپرس؟ آخرت رو بپرس. یعنی اینجا گفتن هم میتوانیم که هیچ چیز دعا نکنید، نه دعا کنید، ولی برای زنشون پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ بهترش این است که آخرت را پرسی و نجات یافتن از عذاب قبر را پرسی. و اینجا خواهران عزیز یک چیز دیگر است. بعضی ها میگوین، مثلا معتزلی ها هم همین گپ رو میگوین، آدمایی که با تقدیر بازی میکنن میگوین گوش کنید، اگر همه چیز تقدیر باشد و انسان چی کاری که میکند تقدیر باشد، پس شما برای چی وقتی یک نفر رو میکشد از او قصاص میگیرید؟ آخر تقدیرش بوده است که به دست این بمیرد. این چی است؟ تقدیرش بوده است که به دست این بمیرد، یعنی گناهکار رو به حالش بماند. اما ما چه خیلی که گفتیم ما الله این رو تقدیر کرده است و ما نمیدانیم. یک دزد وقتی حضرت عمر میخوان به خاطر دزدیش دستش رو بزنن، میگوید یا خلیفه، یعنی ای عمر، من دزدی کردم اما به تقدیر الله. برای چی برای تقدیر الله مرا چی میکنی؟ تو جزا میدی. حضرت عمر میگن با تقدیر الله من هم دستت رو میبرم، با تقدیر الله من هم حاضر دستت رو میبرم. یعنی این گونه متهمی کرده نمیشود که شما چیکار کنید؟ بگویید که من تقدیر الله بود که عرق نوشیدم. نه، من باید توبه کنی، وگرنه تقدیر الله گفته الان میخزید و رو میزنید. انا این تقدیر الله چی میگویی؟ گویان او قبول ندارد. برای همین چه خیلی که در اول گفتم، اولا مسئله تقدیر سر پروردگار است. شما هیچ چیز درباره تقدیر نمیدونید که فردا چی میشود، اما این با تقدیر شما برای خود همیشه بهانه ساخته هم نمیتوانید که پروردگارا تو تقدیر کرده و من گناه کرده شدم، برای چی ثواب کرده تو تقدیر کرده الحمدلله من ثواب کردم نمیگوید. و اینجا حدیث است خواهران عزیز، ما گفتیم عجل پروردگار در آیت قرآن چی گفت؟ ولن حاضر یک دقیقه، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اجل شما رسد یگان ساعت دیر و بر وقت نمیشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح هست، میگن صلة الرحم تزید فی العمر و صدقة السر تطفئ غضب الرب. پیامبر میگن شما اگر صله رحم کنید، با خویش و تبارتون رفت و آمدی خوب داشته باشید، یعنی مراسا و معامله خوب داشته باشید، عمرتون زیاد می شود. و صدقه های پنهانی غضب پروردگار را پایان می کند. یعنی پروردگار به سبب گناهتون به شما غضب کرده باشد هم
همان صدقه های پنهانی شما دیگر آن خطاهای شما را جبران میکند و الله از شما راضی میشود. همینجا خواهران عزیز، وقتی که اجل ما تقدیر شده است، پس صله رحم چگونه اجل ما را زیاد میکند؟ بعضی علما میگن اینجا الله فقط برکت میدهد. مثلا تو همان 40 سال عمرت رو 40 سال میبینی، اما همین قدر زندگی به برکت داری، همین قدر خیر زیاد داری که تو گویا که 100 سال و 200 سال در دنیا زندگی کرده، این گونه با برکت میگذرد. بعضی علما میگویند در ما تقدیری هست، تقدیری ازلی در لوح محفوظ نوشته شده است که آن هرگز تغییر نمی‌یابد. باز تقدیری دیگر صحیفه های هست در دست فرشته ها که در آنجا مثلا این انسان 40 سال زندگی میکند، اگر صله رحم کند 60 سال زندگی میکند، گفته نوشته شده است و آن تقدیری که در دست فرشته ها هست با صله رحم تغییر میشود. گفته بعضی علما این گونه به این جواب میدهند. ولی چه خیلی که گفتیم حتما در این مسئله هم بدانید که پیامبر این چیز رو گفتند و این عمل کنید. یک کسی عمر من این خیلی باشد، یکی کم باشد، یکی زیاد باشد، این رو که نمیدونیم دوامش رو به پروردگار میسپاریم. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا همیشه در دعایشون یک دعاهشون است خواهران عزیز، در سنن نسائی هست. پیامبر میگفتن اللهم بعلمك الغیب و قدرتك علی الخلق احیینی ما كانت الحیاء خیرا لی حیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. پروردگار با اون علم غیبی که تو داری که فردا به ما چی می شود و چی نمی شود، و این چنین با اون قدرتی که تو بالای بنده هایت داری که کی خواهی آنها را می گیری، کی خواهی بالای آنها مصیبت می آری و رحمت می آوری. اگر زندگی برای من خیر داشته باشد مرا زنده نگه دار، اگر مرگ برای من بهتر باشد مرا بمیران. یعنی پیامبر پروردگارو من از تو عمری دراز می خواهم دعا نمی کردن. پیامبر همیشه میگفتن که پروردگارا با آن علم غیبی که داری و قدرتی که بالای ما بنده ها داری، اگر زندگی برای من خوب باشد به فایده من در آخرتم باشد زندگی را نصیب کن، نه مرگ باشد و من مرگ را نصیب کن. و این چنین خواهران عزیز در مستدرک امام حاکم حدیث است. پیامبر میگن لا یرد القدر الا الدعاء و لا یزید فی العمر الا البر و این الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه. تقدیر را به جز دعا چیزی دیگری رد نمی کند. یعنی تقدیر، دعای شما تقدیر را حتی چی می کند؟ یعنی مصیبت ها را برمیگرداند. و این چنین عمر شما را بر خوبی با خیش و تبارتان علل خصوص زیاد میکند. و این چنین رزقی که به شما نصیب شده هست به سبب گناه از آن محروم میشوید. یعنی 3 چیز رو پیامبر در اینجا گفتن دعا، یعنی تقدیر حتی با دعا دیگر میشود. دوم چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خوبی با خیش و تباران، معامله خوب داشتن با خیش و تبار عمر رو دراز میکند و انسان به سبب گناهایش از رزقش هم محروم می شود. در این حدیث هم یکی فکر کرده میمونید آخر همه چیز اگر تقدیر باشد. خواهر 1 دقیقه. در اینجا هم چی آدم حیران شده میموند که اینجا چی خیل شد؟ رزق الله تقدیر شده است، عمر انسان تقدیر شده است، پس چه خیل رزق ما زیاد می شده است، عمر ما تقدیر ما دیگر می شود. باز هم همون چیز که تقدیری که ازلی هست او هرگز دیگر نمی شود، اما تقدیری که در دست صحیفه هایی که در دست فرشته ها هست بعضا می شود که چی می شود؟ بعضا می شود که اون هم با تقدیر الله دیگر می شود. و اینجا چیزی دیگر خواهران عزیز الله میگه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. و هرگز عمر شما، یعنی نگاه کنید، عمر شما دیگر نمی شود. عمری که شما چند وقت زندگی میکنید همش در کتاب لوح المحفوظ است، همه این در جایش نوشته شده است و تغییر نمی یابد. برای همین حدیث یک طرف می آید و بعضا آیت می آید، اما همین چیز رو باید گشته و برگشته بدانید که اگر عمر شما دراز باشد
و شما با خویش و تبارتان معامله خوب داشته باشید، با تقدیر الله عمر شما با اون هم با تقدیر اینکه شما با خویش و تبارتان خوب هستید زیاد شده است. اگر با تقدیر الله با گناه از رزقتان محروم شدیم، اما با گشته چی میگویم؟ معناش این نیست که تو هر گناهی رو بکنی و بعداً بگوی که اینجا من گناه ندارم چون این چیز بالای من تقدیر است. و در مصرع دیگر میگویند لم یخفى علیه شیء قبل ان یخلقهم و علم ما هم عاملون قبل ان یخلقهم. پروردگار پیش از خلق کردن بنده هایش هم میدانست که کی چی کار میکند. یعنی معناش این نیست که یکی الله خلق کرد بعداً دید که مثلا ابلیس یک بار شیطان شد و رفت، بعضی بنده هایش کافر شدن. نه، الله میدانست این رو اما باز هم خلق کرد، باز هم با حکمت خود این رو خلق کرد. و ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. چیزی دیگری الله میگه. الله میگه کافران وقتی از دنیا میروند میگن پروردگار ما رو به دنیا برگردان، ما در آنجا عمل صالح انجام میدهیم، ما دیگر مثل پیشتر کافر نمیشویم. الله میگه من میدانم که اگر اینها رو به دنیا برگردانم باز گناهشان رو دوام میکنن. سبحان الله. یعنی الله میگه اگر من همین کافرانی که امروز بمیردن دیگر دوزخشان شروع شد از قبرشان و تمنا دارن که ما رو به دنیا برگردان، ما دیگر عمل صالح میکنیم، اگر اینها رو برگردانم باز به همون گناه خود برمیگردن چون من اینها رو میدانم. و در آیت انفال الله میگه ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. الله اگر خیر در کافران میدید، یعنی اینها رو لایق هدایت میدانست، پروردگار به گوش اینها آیت ها و ذکر خود را میرسانید، اما اگر اینها گوش کنن هم باز برمیگردن. یعنی در همین جا خواهران عزیز، الله برای خودش ظلم را حرام کرده است. در این باره حدیث است و برای من و شما هم ظلم را حرام کرده است. وقتی که کسی با تقدیر الله کافر است، کسی به یگان عمل صالح دستش نمیرسد، یقین بدانید که این ظلم الله نه، این ظلم الله نه، چون ظلم برای الله حرام است و این انسان لایق این گونه زندگی بودنش چه هست از اینکه و این ارزنده است و الله در علم غیبش میداند. و در مصرع دیگر میگویند و امرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته. و الله بنده هایش را امر میکند که او را اطاعت کنند و آنها را نهی میکند که از گناه دور باشند. الله میگوید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یگانه برای مرا پرستش کردن شما به دنیا آمدید، پس کاری اساسی شما در این دنیا عبادت من است، بقیه امور زندگی باید بعد از عبادت استد. باز الله میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. برای شما مرگ و زندگی رو آفرید تا ببیند که چگونه عمل میکنید. چرا همین چیز رو در داخل تقدیر آوردن؟ امام طحاوی مقصد از آوردنشون این است که یک ایمان تقدیر بود است، کفر تقدیر بود است. گفته در خانه خواب نروید. شما الله شما رو امر میکند که اگرچه ایمانتان در حقیقت تقدیر است، الله با تقدیرش بعضی را مؤمن آفریده است، بعضی را کافر، اما شما عبادتتان را انجام دهید، اما شما عمل صالح را انجام دهید. چرا گفتیم؟ چون شما را الله به این امر میکند. الله نمیگوید به تقدیر تو تکیه کن. انشالله در حدیثی در باب قدر صحیح بخاری هم آمده است، وقتی به صحابه ها پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که کی مؤمن است و کی کافر است، کی به جنت میرود کی به دوزخ میرود، همه این در کتاب هست، همه این تقدیر شده است. صحابه ها میگن اگر این خیلی باشد ما چیکار کنیم؟ همه چیزی که تقدیر شده است، پیامبر میگن برای همه چیزی که تقدیر شده است عمل کنید. یعنی شما یقین بدانید که همه چیز تقدیر است، اما عمل را دوام دهید. در مصرع دیگر میگویند و کل شیء یجری بتقدیره و مشیئته و مشیئته تنفذ لا مشیئة للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان و ما لم یشأ لم یکون.
میگویند هر چیزی که در دنیا میشود و میرود به خواست الله و تقدیر الله هست. اما درباره خواست الله پیشتر گفته بودیم که یک چیز را الله اگر خواست معناش این نیست که اون را دوست می‌دارد. چگونه ای که به دنیا آمدن مثلا ابو جهل و ابو لهب و فرعون را الله خواست اما آنها را دوست نمی‌دارد. یعنی اینجا میگن هر چیزی که در روی زمین میشود به تقدیر الله و به خواست الله می شود و خواسته های الله همیشه عملی می شوند و بنده ها هم هر چیزی که می خواهند آن چیزی هست که الله خواسته است. یعنی تو یک چیز رو می خواهی، این نیست که تو به اون قدرت داری، الله آن را خواست بعدا تو هم آن را خواستی. الله آن را خواست بعدا تو هم آن را خواستی. الله میگه در سوره 10 نوشتگی هستند و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. یعنی یگان چیزی که الله نمیخواهد شما یک بار آن را خواسته نمیتونید. یعنی خواهش های شما هم به خواست پروردگار چی است؟ رابطه دارد. هر چیزی که الله خواست شما هم آن را میخواهید. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین در سوره تکویر هم میگوید هر چیزی که شما خود از خود یک چیز را نمیخواهید مگر اینکه پروردگار آن را خواسته باشد. ولو شاء ربک ما فعلوا. باز الله میگه اگر الله خواهد آنها این کار را نمیکردند. یعنی خواهران عزیز آیت ها پای در پای آمدنش این است که حتی انسان خواسته هایش هم چی هست؟ تقدیر الله هست. الله یک چیز را خواست که شما هم آن را خواستید، اما باز برگردید به این که یعنی الله خواسته است من گناه میکنم، الله خواسته است من این را انجام میدهم گویان برای خودتون شما نمیتوانید که همیشه بهانه بیاورید که الله خواست تمام من این گناه را انجام دادن میگیرم. و چیز دیگر فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. و در سوره انعام است الله میگوید الله به هر کسی هدایت خواهد قلب او را برای اسلام میکشاید، به اسلام میکشاید و الله به هر کس گمراهی را بخواهد قلب او را تنگ میکند. مثل اینکه انسان به بالا برآمده ایستاده باشد و برای اون نفس تنگ شدن میگیرد. یعنی هرچی انسان بالا میبراید اکسیژن هم کم شدن میگیرد و نفس گرفته نمیشود. اون را الله به ما خبر میدهد که انسان های کافر یعنی نفس گیر میشوند، نمیتوانند قرآن را گوش کنند، نمیتوانند سخن های الله را گوش کنند وقتی الله برای آنها گمراهی را خواسته است، وقتی گمراهی نصیب آنها هست. اما آنهایی که پروردگار برایشان هدایت را خواسته است این را چی میگویند؟ اینها قلبشان هم به قرآن و به ذکر الله گشاده شده است. پس اینجا این را یقین بکنید که ایمان ما حاضر ایمانی که من و شما داریم این فضل و رحمت پروردگار است که برای ما خواسته است. این خود از خود به دستمان این چیز را نآوردیم. رحمت الله، فضل الله بالای ما هست که این ایمان نصیب ما شد و در همین ایمان همیشه استوار بودن رو باید همیشه دعا کنیم. برای همین در نمازمون همیشه اهدنا الصراط المستقیم میگیم و حتی پیامبر با اینکه پیامبر هستند و جایشان در جنت الفردوس بودن 100% برایشان گارانتی شده است، باز همیشه چی میگفتن؟ اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار مرا برای راست هدایت کن من در راه راستت باشم. اکنون اینجا خواهران عزیز الله به ما کافران رو مثال میزند و میگه سخن کافران رو یک بار گوش کنید. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. آنهایی که آنهایی که شرک آوردند میگویند اگر الله خواهد نه ما شرک میورزیدیم نه پدرانمون. و اینچنین باز میگویند و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء. اگر الله میخواست ما به جز او کسی رو عبادت نمیکردیم. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. اگر الله خواهد ما هرگز بت‌ها را عبادت نمیکردیم. الله میگه ما لهم بذلک من علم. شما از کجا میدانید که الله برای شما این را خواست؟ یعنی تو آیا در تقدیرت بوده رو میدونستی که میگویی اگر الله تقدیر کرده باشد من این گناه را نمیکردم؟ آیا تو علم داری برای این چیز؟
آیا علم داری که تو این میگویی اگر الله میخواست پدری من مثلا، یعنی بعضی ها هستن وقتی میگوید مثلا در همین مسئله مثلا پدرت یا یک نفر دیگر رو نمیتوانی بگویی مثلا نکورن چون که کورهای خیلی گناه کرده بودن، میگن نه اگر الله میخواست گناه نمیکردن. یعنی از کجا میدونستی الله این رو میخواسته باشد؟ یا برای خودت هم الله میگه ما لهم بذلک من علم. آیا شما علم دارید که این چیز رو گفته ایستادید که اگر الله خواهد یا تقدیر کرده میبود من این میکردم اون میکردم. درباره تقدیر الله شما علم ندارید و در این مسئله هم چیکار باید کنید؟ در این مسئله هم تقدیر رو بهانه نآورید. برای همین خیلی گفتم وقتی دزد میگوید که من با تقدیر الله دزدی کردم، حضرت عمر میگن با تقدیر الله دست رو من هم الان میزنم. و اینجا خواهران عزیز در ما قصه صحبت حضرت موسی هست همراه حضرت آدم. وقتی که در روز قیامت، بعضی علما میگن این قصه در روز قیامت میشود، بعضی علما میگن نه موسی در خوابشان میبینند و عموما یک صحبت حضرت موسی و آدم است. والله عالم شاید در روز قیامت است که پیامبر همین گونه صحبت میشود. گفتن شاید در حقیقت حضرت موسی خواب دیده بودند که خواب پیامبران همیشه راست است. حضرت موسی به حضرت آدم میگویند ای آدم، ای پدر ما، تو پدر تمام بشر هستی، پروردگار تو را به دستش خلق کرده است، چرا ما را از جنت برآوردی؟ چرا این مصیبت را به سر ما آوردی؟ حضرت آدم میگویند موسی تو کلیم الله هستی، تو با الله صحبت کرده هستی، تو با الله صحبت کرده هستی که دیگران این گونه صحبت نکردند. خودت نمیدانی مگر که آن گناهی که من کردم 40 سال پیش از آفریده شدنم در تقدیر من نوشته شده بود. پس چگونه به تقدیری که 40 سال پیش از من آفریده شدم نوشته شده است تو مرا ملامت میکنی؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در همین جا حجت آدم قوی بود، با حجتش مغلوب کرد آدم موسی را. 3 بار این را تکرار میکنن. همینجا رو نگاه کنید خواهران عزیز. حضرت آدم آیا گناهی که کرده بودند که مثلا گپ شیطان برفتن بدن به جنت، از جنت به زمین فرو آمدن، به همین کارشون تقدیرم بود گفتند بهانه جستند که این تقدیرم بود؟ نه، حضرت آدم گشته و برگشته توبه کرده هستند. در سوره بقره است فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم چقدر به الله توبه کرد که پروردگار گناهم را ببخش. هرگز آدم نگفته بودم که نه تقدیرم است من کردم تمام. نه، این مصیبتی که سری من آمد این تقدیر بود گفتن. یعنی این مصیبتی که من از وطنم رانده شدم، جنت که وطنی اصلی بنده ها هست، من از آنجا رانده شدم و بدبخت شیطان به فریبش افتیدم، این مصیبتی هست که این در تقدیرم بوده است. یعنی برای همین میگن انسان برای مصیبت هایی که به سرش می آید می تواند تقدیر را دلیل گیرد. این بیماری که شد این تقدیر من است که به آن راضی هستم. این مرگ نابهنگامی که آمد تقدیر است که من به آن راضی هستم. یا از دست دادن مالم یا از دست دادن چیزی دیگرم این تقدیر است. اما برای گناه تقدیر را دلیل نمی گیرد. برای گناه وقت تقدیر را دلیل میگیرید این تماما فریب کردن الله است، فریب کردن مردم است. چون که تو در این مسئله چیزی نمیدونی. چرا در مسئله گناه میگویی نه تقدیر است؟ برای همین چی است؟ مسئله یا قانون اساسی در تقدیر خواهران عزیز، هر کسی که گناه میکند و تقدیرم هست میگوید، بدانید که این یک نمود فریب و نیرنگ است. برای مصیبت، برای اون که مصیبتی به سرمان آمد ما میتوانیم بگوییم تقدیر الله هست که راضی هستم، اما برای گناه ما باید توبه کنیم. برای همین الله میگه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، شما همگی به الله توبه کنید، شما همگی به الله توبه کنید. و اینجا فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک، و اینجا شما میدانید که چقدر آیت ها هست که گشته و برگشته ما رو چی میکند؟ وادار میکند که ما باید توبه کرده باشیم. و در مصرع دیگر باب تقدیر رو یک بار تمام کنیم. یهدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلا و یضل من یشاء و یخذل و یبتلی عدلا. سبحان الله، چقدر سخنی پر از حکمت است. امام طحاوی میگن پروردگار با فضل خودش کسی را خواهد هدایت میکند
او را معصوم می دارد، یعنی از گناه کردن نگه می دارد و به او عافیت و دوری از گناه می بخشد و با عدل خودش، با عدل و انصاف ازلی و ابدی خودش کسی را خواهد یخذل و گمراه می کند، خارش می کند و به او بلا می فرستد. یعنی هدایتی که الله به بنده هایش فرستاد این فضل الله هست، مهربانی الله هست، اما گمراهی که بالای بنده هایش هست که آن هم به تقدیر الله هست، این نه که الله بالای آنها ظلم کرد، این که این عدل پروردگار است، این عدل و انصاف پروردگار است و پروردگار میداند که لایق هدایت است و که لایق ضلالت. و در همین جا خواهران عزیز، همین مسئله که هدایت فقط از جانب الله هست برای هر یک مؤمن همچون یک آرامش هست. نگاه کنید، الله میگوید در سوره قصص انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هر کسی رو که خواستی هدایت کرده نمیتوانی. این الله هست که ببخشید تو هر کسی رو که دوست می‌داری هدایت کرده نمی‌توانی. یعنی انسان‌های دوست داشته‌ات رو تو هدایت کرده نمی‌توانی. چگونه که ابو طالب با این که همیشه در زیر قنات خود پیامبر را گرفته میگشتن، باز هم ایمان نآورده از دنیا رفته بود. الله میگه تو شخصان دوست داشته‌ات را هدایت کرده نمیتوانی. این الله هست که کسی را خواست هدایت میکند. برای همین هرگز گمان نکنید که شما هدایت را در قلب کسی جای میکنید. خواهران زیاد میپرسند که استاذه چیکار کنم که پدرم از همین راه برگردد، شوهرم برگردد، برادرم برگردد. عزیزم، تو که هدایت رو دل او جا کرده نمیتوان. این هدایت رو الله هست که جای میکند. از ما فقط چی هست؟ از ما فقط راه راست را نشان دادن است و اون میفهمونیم که این غلط است، این کارت درست است یا کارت درست نیست. بقیه اش هدایت به دست پروردگار است. برای همین در مسئله دعوت خیلی آرام هم میشوید. گفتم نشد گویان اینقدر خون جگر نمیشوید. میگید پس هدایت نصیبش نبوده است، هدایت نصیبش نبوده است که این گونه از دنیا رفت. این دیگر مسئله تقدیر است. برای همین الله چی میگوید؟ الله هست که کسی را خواهد و لایق داند هدایت میکند. تو هر کسی دوست داشته را حتی پیامبر باشه هم هدایت کرده نمیتوانی. چه خیلی که پدر حضرت ابراهیم آزر با اون که پدر پیامبر بود ایمان نآورد، فرزند حضرت نوح و همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، اگرچه اهل بیت پیامبر بودند و ایمان نآوردند. و الله میگه یضل من یشاء و یهدی من یشاء. کسی را خواهد، خیلی گفتیم، با عدل خود گمراه میکند و با فضل خود کسی را خواهد هدایت میکند. و میگن و کلهم یتقلبون فی مشیئته بین فضله و عدله. و تمام مخلوقات بین خواسته های الله، فضل و مرحمت الله و عدل الله دیگرگون میشوند. یعنی هر چی به سرتان می آید یقین بدانید که از طرف پروردگار است، اما باز هم یقینا باید عمل انجام دهیم. و هو متعال عن الاضداد والانداد. و کسی نیست که مثلا مخالف الله برآید. چرا این کارو کردی؟ چرا این رو هدایت کردی؟ چرا این رو هدایت نکردی؟ چرا این رو آفریدی؟ چرا این رو آفریدی؟ کسی به این حق ندارد. حق داشته باشد هم اگر، یعنی ببخشید، اگر این رو بگوید هم به دهانش، به الله یگان خیلی در مشیت هایش دخالت کرده نمیتواند. هر چی گفتید و کردید باز خواست الله می شود. باز شما اثبات میکنید که بنده الله هستید و از دستتان هیچ چیز نمی آید. انا این است که انسان باید همیشه قبول کند که یک بنده الله هست. خواسته های الله همیشه بالای او عملی می شود، اما او تا همون مقداری عقلش کتی، مقداری فهمیشش به دنیا که پروردگار به او داده است، با آن باید عمل را دوام دهد. لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره. میگن هر چیزی که الله قضا و قدر کرده است کسی به قفایش برگردانده نمیتواند. اگر مرگ نصیب شما بود، نصیب کسی بود، یا گفتیم تقدیر بود، هرگز خود را ملامت نکنید که من این میکردم او زنده میموند و من آن میکردم او زنده میموند، چون که تقدیر را شما به عقب برگردانده نمیتوانید. و این چونین هر حکمی که الله برای بنده ها صادر کرده است هرگز آن را ما دیگر کرده نمیتوانیم و هر چیزی که الله خواسته است ما آن را دیگر نمود کرده تغییر داده نمیتوانیم. و در آخر مسئله میگویند آمنا بذلک کله و
ایقنا ان کلا من عندی، و ما به تمام این ایمان داریم و ما یقین داریم که همه این چیزهایی که می شود از طرف الله هست. و باز هم فراموش نکنید باید یقینا در عمل باشید، چون مسئله تقدیر سر الله هست که فردا چی می شود نمیدانیم. در مصیبت ها شما می توانید تقدیر رو دلیل گیرید، برای گناهایتان تقدیر رو در اینجا متهم نکنید و باید توبه کنید. و ایمانی که داریم با اون ایمانمون باید همیشه به پروردگار شکرگزار باشیم که پروردگار تو می توانستی مرا مثل فلانی کافر، فلانی رقاصه و فلانی بیراهه کنی، اما این فضل کرمی تو بود که مرا به خودت شناس کرده که من تو را می شناسم و از تو می ترسم و از گناه ها دور هستم. این بود خواهران عزیز مسئله تقدیر که انشاءالله بعد از تقریبا 3 درس باز وسیع‌تر شده می آید دربارش باز صحبت میکنیم.